با اجاره دادن منزل استقامتی برای عملهای شهوانی سبب شد که نسبت ساکنی 33 ساله شهر خوجند رشید حکیمов پرونده جنایتی آغاز کرده شود. گمانبر شده بر عوض مبلغ پولی در 2 حجره استقامتی شرایط فراهم کرده است که مزاجان عملهای شهوانی اجرا کنند. با دست آوردن درآمد از خدمترسانی‌های چون تشکیل شرایط برای عملهای شهوانی جنایت مقابل ترتیبات جمعیتی و اخلاق است که مقامات میلیسیای شهر خوجند به شهروند حکیمов رشیدجان ولیجانویچ سال تولدش 1987 ساکن شهر خوجند نسبت می‌دهد. در ماده 239 کدکس جنایتی این گونه کردار ضد اخلاقی همچون نگهداشت فاحشه‌خانه یا دلگی جنایت اعتراف شده است. گمانبر شده قبلا با همین جرم سود شده باشد هم باز از عملهای ناشایسته خودداری نکرده در حدود شهر خوجند انیخترش محله 19 2 خانه شخصیش را محض با همین مقصد استفاده می‌برد. در حجره شرایطی بود و باش و فراغتی مهیا کرده شده بر عوض مبلغ پولی موقتا به افراد شهوت پرست به اجاره داده می‌شد. Я абсолютно найдел свою музыку в Даускат. По мақсади дам гифта бафтам. کج‌رفتاری رشید حکیمов از نظر میلیسیا پنهان نماند. بعد انجام خدمترسانی نوبتی که شرطاً زیر نظارت و کارکردهای اپراتیوی جریان می‌گرفت گمانبر شده دستگیر شد که برای علاقه جنسی نمودن 2 حجره استقامتی هر کدام را بر عوض 150 سومونی موقتاً به اجاره داده است. با اطلاع تفتیشات حجره‌ها ساعت بای به اجاره داده می‌شدند و در یک روز چندین نفر می‌توانست از خدمترسانی‌های گمانبر شده حکیمov استفاده نماید که شرط و شرایط در حجره‌ها محض برای اجرای عملهای شهوانی مطابق کرده شده است. دیده و دانسته تکراراً پای نهادن بر راهی که عاقبتش تنها بی‌آبرویی است باز رشید حکیمov را وادار ساخت که نزد قانون سرخم کند. فعلا نسبت گمانبر شونده با ماده 239 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردیده در حبس پیشکی قرار دارد.